ما گرامیان عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. طبق وعده‌ای که داده بودیم امشب هم اومدیم خدمتون و البته با مسائل روز، با کاوی مسائل روز، و دوست داریم از شما هم بشنویم. فقط ما این نباشه که فقط ما صحبت کنیم، شما بیایید نظراتتون رو بدید و در مباحث ما هم شرکت نمایید. اما به هر حال میدونید که جمهوری اسلامی، شروع کنیم با جلسه‌ای که دیروز کابینه اسرائیل داشتن برای حمله به ایران و از خدمت شما جلسه‌ای بود که آماده شدن برای حمله به ایران و امروز هم آقای سلامی، خب اینا هم چند روزی مانور دارن. مانورایی که اینا دارن، عرض کردم هفته پیش، چند روز پیش خدمتون، بیشتر این مانورهای سیاسی هستند تا مانورهایی که بخوان اون قدرت نظامیشون رو ارزیابی کنن. اما ایشون امروز یک جلسه‌ای که داشتن گفتن بله ما میخوایم شهرهای موشکیمون رو نشون بدیم، ما قدرت داریم، ما اقتدار داریم، ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. از این شعارها زیاد دادن. خب حقیقتا اگر اینا حتی بخوان تنگه هرمز رو ببندن، مطمئنا اولا که نمیتونن، بعدم اگر بخوان این کارو بکنن مطمئنا بیشتر آسیب خواهند دید. از اونورم خب بعد بسا وعده صادق 3 رو دادن، نمیتونن اجرا کنن و اون ارزشیاشون به نوعی میگن آقا چی شد؟ وعده 3 شون مونده، تهدیداشون تهدید میکنن و خیلی مسائل دیگه هست که از کنم خدمت شما دارن. اینا به هر حال تهدیدایی که میکنن که نمیتونن این تهدیدا رو اجرا کنن، به خاطر اینکه میدونن اگر بخوان این بار به اسرائیل حمله کنن، هرچند که اسرائیل الان آماده است. دیروز پنجشنبه اینا جلسه گرفتن که چطور حمله کنن. خب این حملاتشون بیشتر این بار اگر بخوان حمله کنن، مطمئن باشید مراکز هسته‌ای رو خواهند زد و حقیقتا خب همینطوری که چند روز پیش با دکتر صحبت کردیم، دکتر توماج امشب هم میاد به ما میپیوندد، مطمئنا آسیب هایی برای خود منطقه ایران، ممکن حتی برای مردم هم داشته باشه. اینه که به هر حال اونا میخوان از این فرصت استفاده کنن برای زدن مراکز هسته‌ای و امروز هم اینا ادعا کردن که ما از این موشک، خب ما موشکاشون رو دیدیم، چند تا موشک زدن به اسرائیل، چند نفر کشته شد، یک کارگر فلسطینی. یعنی واقعا یک جوک بود این از حملات اینا و خیلی خنده‌دار بود. شما به حمایت از فلسطینیا خنده‌دار دیگه، بیای وارد یه جنگی بشی، بعد موشک هم که بندازی بزنی تو سر یه فلسطینی رو بکشی. حالا اگر اون بنده خدا فلسطین رو نمیخوایم شما از ما حمایت کنین، کیو باید ببینیم؟ حقیقتا یه طنزی شدن این حضرات. رئیس جمهور هم خواهش رو رفته سیستان بلوچستان، میخوان اون منطقه رو بکنن حالا پایتخت. اوکی. و جالبه بدونین گفته که من 50 سال پیش که اومدم اینجا الان خیلی وضع بدتر شده. گفتم خب یه اعترافی کردن ایشون. و اینکه به هر حال ما خوشحالیم از اینکه زاهدان واقعا استان محرومی بهش برسه. اما خب اگر شما در نظر بگیرید، یعنی عاقلانه این نیست که شما نزدیک یک کشوری در صورتی که مساحت داشته باشی بیای پای تختتو بذاری. به خاطر چی میگم؟ به خاطر حملات احتمالی. استان سیستان و بلوچستان که استانی است محروم، نزدیک پاکستانه و هیچ جای عرف نیست که شما جایی که نزدیک به مرزه بیایید بکنید پایتخت. توجه میکنید بیایید بکنید پایتخت و این اشتباهه. بله ما دوست داریم، حقیقتا دوست داریم که، چرا که نه، ولی اینا بیشتر شعارن. اگر هم بشه خب معقولانه نیست. فرض کردم چون نزدیک به مرزه، اونجا خوب نیست، خوزستان خوب نیست، کردستان و لرستان هم خوب نیستن، حتی همدان هم خوب نیست، آذربایجان هم. اینا شهرهایی که ما مرز داریم اصلا مساعد
نیستن، لحاظ به هر حال ممکنه جنگی چیزی پیش بیاد مساعد نیستن. بیشتر باید رفت مرکز، حالا تهران نباشه، فرض کنید میشه یزد گفت، میشه اصفهان گفت، میشه از کنم خدمت شما حالا میشه مرکزی، استان مرکزی گفت. به هر حال استانایی که از مرز به دورترن میشه سمنان گفت. از مرز باید دور باشن اون شهرها که بشه فرض کنید یا بخوام پایتخت بذارن پایتخت کنن. شیرازی میشه گفت، اینا دورن تقریبا، ولی خب بروی ما دوست داریم حقیقتا، چون میدونیم ظلمی که به زاهدان شده حقیقتا مخصوصا توی 45-6 سال گذشته به هیچ استانی نشده. نسبت به فقری که الان در زاهدان هست هیچ جا نیست و بله اینا حقیقتا و دوست داریم که اونجا کار بشه، هرچند که این رژیم حرفای آخرشو داره میزنه. این رژیم وعده‌ای داره میده که به هیچ عنوان اجرا کننده نیستن و یک حرف بسیار جالب، نگاه کنید، خودشون ورشکستن. آگه پزشکیان میاد میگه ما پول نداریم که نفت استخراج کنیم. خب یعنی ورشکستگی، یعنی آخر خط، این یعنی آخر خط. خب دیگه به این واضح‌تر چطور باید بگن؟ هر وقت میگن ما پول نداریم که نفت استخراج کنیم، خب یعنی آقا ورشکسته هستیم. از این مدمل التماس میکنن برقاتون رو خاموش کنن، از اون برق دارن صادر میکنن به عراق، برق و گاز، وقتی که دلار وارد کنن، به خاطر اینکه بتونن حقوقا رو بدن به نوعی. ایوارم من مانور میذارن و از کنم خدمت شما که مردم رو بخوان بترسونن، یا زندانیایی که الان شروع کردن به حکمای اعدام که میخوان به زندانیا به این ترس رژیمه. ترسیست دارید به خاطر اینکه میخواد ترس رو در جامعه گسترش بده که مردم بترسن که اعتراض نکنن. مانورایی الان دارن میدن به خاطر که مردم رو بترسونن. ولی آیا مردم ایران از این بازی ها میترسن؟ مردمی که دیگه جان به لب رسیدن، مردمی که دیگه هیچی ندارن، 45 سال اینا حتی نمیتونن برق مملکت رو تامین کنن، نمیتونن گاز مملکت. ما دومین کشور از لحاظ استخراج گاز داریم، مثلا منابع گازی رو داریم، دومین کشور هستیم. چرا ما کشور ما نباید گاز داشته باشه؟ چون پول ندارن. درست میگه آقای پزشکیان، پول نداره استخراج کنن. قطر فسقلی داره تازه بعضی از میدانهای گازی ما رو داره میدزده. خب اینا لیاقت ندارن، اینا پول ندارن، اگه داشتن خب جلوش میگرفتن. اما حقیقتا زنگ آخر ایناست. چند روز دیگه، چند ماه دیگه این مسئله دیگه تمام شدن. این رژیم دیگه چیزی نداره، داره زورای آخرش رو میزنه. آیا رهبرش هم که اومد گفت که ما اصلا مصالحه نمی کنیم، اصلا آمریکا که اینا مصالحه‌ای در کار نخواهد بود. اگر نباشه مطمئن باشید اینها سال دیگه به هیچ عنوان تا سال دیگه اون کشور نخواهند بود. نفتایی که الان در بنادر چین اصلا نمیتونن بفروشن. چین تا کنون به خاطر این دموکرات ها آزاد گذاشته بود. آقای بایدن رو داره دستش اینا رو خیلی 20% 30% زیر قیمت از ایران نفت میگرفت. الان حاضر نیست حتی دیگه نفت بخره از ایران به خاطر ترسی که از آمریکا داره و به خاطر اینکه مطمئناً برخورد میشه باش. جمهوری خواه زیر بار این مسئله نخواهند رفت، یعنی آزاد نمیذارن. شما در نظر بگیرید یک نفر تبعی سوئیسی میگیرن به جرم جاسوسی، میبرن سمنان، زندانش میکنن. طرف خودکشی کرد به راحتی. آیا کشتنش؟ مشخص نیست.
باجخواست، حکومتی که میخواد باج بگیره، حکومتی است که هدفش فقط اینه که حالا فرض کن همین ایتالیایی رو که خانم خبرنگار که رفت میخوان با آقای آبدینی عوضش کنن، دنبال باجخاییه. این حکومت نفسهای آخرش رو داره میکشه. این حکومت نه جایگاهی در دل مردم داره، نه اقتصادی داره که بخواد وایسه. البته به جز او عوامل سرکوبشون که دارن، اونا معمولا حقوق فقط اونا رو قوی میکنن. سپاه حالا یک قسمتی از نیروی انتظامی که قرار بود براشون خونه بسازن و بهشون یه امتیازات بدن، اون سرکوبگرها رو فقط دارن بهشون بها میدن و به اونها دارن میرسن. مردم عادی براشون مهم نیست. مردم عادی حرف بزنن سرکوبشون میکنن. طوری به شما یه انگه میزنن، آره شما جاسوس دول متخاصم. دول متخاصم هم انگلیس و آمریکا و اسرائیل. سری به شما یه چیزی میبندن و بازداشت و اگرم خواستن اعدامتون میکنن. اینا به راحتی هر دست به هر کاری میزنن. اگه مصلحت باشه میکشن، ایرادی نداره. مگه خلخالیشون نبود؟ خب حالا اعدامش میکنیم، گناهکارم نبود میره بهشت. به همین راحتی. تفکرشون اینه. خب مصلحت در اینه که ما 1000 نفر 10,000 نفر بکشیم، هیچ ایرادی نداره. یا آخوندیش اومد که گفتن قراره بیاد جای خامنه‌ای، گفت اگر نصف جمعیت هم کشته بشه به خاطر امام زمان هیچ ایرادی نداره. کدوم امام زمان؟ کجاست؟ یه چیز واهی درست کردن، مردم رو سرگرم دارید میکنید. به هر روی دارید، نمیخوام به اعتقاد کسی توهین کنم، شاید بین شما باشن افرادی، ولی بگذاریم از این مسئله دین و مذهب. میخوام اینو بگم، اینا دارن نهایت سوء استفاده رو از اون مذاهب میکنن. به قول کریمی امام زمان سال 57 رفت از اون مملکت. مردم ایران قدرش نمیدونستن. یه سری شورشی باعث شدن که کسی که حقیقتا ایران رو دوست داشت و ایرانی بود، خودش، پدرش و پسرش، 1000 تا انگ دروغ بزنن بشه. نوکر آمریکا، نوکر انگلیس. حالا نوکر آمریکا مشخص بود، آمریکا اگر نبود که اصلا اینا سر کار نمی‌افتادن. مشخص بود که کی نوکره. یا خودشون نوکرن. اینا نوکر روسیه هستن. به هر روی اینو میخوام بگم، وضعیت مملکت ایران وضعیتی نیست که حقیقتا اینا بتونن عبور کنن. اصلا محاله، خیلی سخته. به قول خودشون پولی ندارن. عزیزان شما ضمن که من دارم صحبت میکنم، اگر درخواست میخواد بدید میتونید درخواست بدید، من شما رو میبرم بالا. فقط من صحبت نکنم، شما هم دوست دارم صحبت کنید، از شما هم بشنویم. چرا که نه؟ اگر سوالاتی داشتید، دکتر اومد، میتونید از ایشون هم سوال کنید. وضعیتی که الان ما داریم میبینیم آخر خطی هم اینا دیگه رسیدن به خط آخر، چون که چیزی ندارن. هر وقت میگن ما پول نداریم نفت استخراج کنیم و هر وقت پول نداشته باشی نفت استخراج کنی که بخوای بفروشی، یعنی هیچ، یعنی که شما درآمدی ندارید. دلار میره بالا، اومد زیر شد 78 تومن، اینا مالوف دادن. دکتر شما اومدید بالا؟ بله. بعد از کنم خدمت شما، دلار میره واسه 100 120. اصلا شک نکنید. دلاری که ما الان داریم میبینیم از کنم خدمت شما میره واسه 100 تا 120 تومن برای درود بر شما جناب. درود آقای نوری، من دوست آقا سهراب هستم، آریو هستم. آریو حالت خوبه؟ خیلی ممنون، مرسی. عزیزی آقا بفرما. ما یه جای تهران هستیم که این لونه زنبور این ارزشی هست.
میدون امام حسین. بله امروز بله اینا می اومدن پرچم دستشون بود و خلاصه ما چند نفری بودیم اصلا به اینا میگفتیم خب دلار الان چنده، مردم الان چیکار میکنن، بشار اسد کجاست، اون همه پول خرج بشار اسد کردی کو، 138 میلیارد دلار بشار اسد از کجا آورد بر روسیه؟ بشار اسد که درآمدی نداشت که، 8 گرو نو بود، خرج دوا دکتر اسما اسد هم نداشت که، این همه پول از کجا؟ آقا اینا جواب نمیدادن، میگفتن آره شما چخه یهودی به ما میگفتن، اینو فقط یاد عجب. گرفتن. آره خلاصه بله بله آقا ما الان درون ایران در داخل کشور هستیم، یعنی ثانیه‌ای، یعنی الان میری سوپرمارکت، میری قصابی گوش میخری، مرغ میخری، نمیدونم لوبیا میخری، نخود میخری، برمیگردی خونه یه ساعت دیگه میری قیمت ها عوض شده، بله گرونی وحشتناک، تورم، تبعیض. آقا اینا یه آدمایی هستن که میان تو خیابون، اینو بدونید این مردم، اینایی که بعدن تو یوتیوب هر جا صدای ما رو میشنوید، اینا آقای نوری، اینا حتی نون خوردنشون هم مجانیه. من خودم رفتم تو نونوایی، یکیشون اومد نون بگیره، بن داد نون گرفت، گفتم این چیه؟ گفت اینا بسیجی و سپاهی چیزن، اینا پول نون نمیدن، بن نمیدن. پشتش هم مهره و مسجد بود. اینا حتی پول نون هم نمیدن، مرغ، گوشت، نمیدونم برنج، همه چیه اینا مجانیه. کارت به اینا میدن، میرن تو این فروشگاه بزرگ، همه چی مجانی. فروشگاه نیرو به خصوص فروشگاه نیروهای مسلح، اینا همه چیشون مجانی. اینا اصلا یه اقلیت 1.1% هن، 2-3 میلیون نهایت با سپاه و بسیج و کلا ارزشیا و آخونده و حوزه و طلبه و کلا حتی طلبا با نیجریه و نمام زکزاکی و دار دسته و فاطمیون زینبیون خال زینب، همشون 3 میلیون نفرن. اما وظیفه آقا ما بقیه ایرانی ها 80-82 میلیون نفر، حتی اینایی که داخل کشور هستیم، آقا ما یه مشکلی داریم. بذار آقا دکتر من بهت بگم، ما متاسفانه اتحاد نداریم. داریم ها، نه که نداریم، منتها یه کسایی هستن مثلا میری یارو به من میگه آقا من خونمو دارم، ماشینمو دارم، من چیکار کنم؟ منم دوست دارم این رژیم بره، ولی وقتی که من نمیتونم بیام، میگم آقا جون به خونه و ماشین تو هم میرسه، میان اونا رو هم ازت میگیرن به موقعش، تو هم فقیر میشی. منم 20 سال پیش 15 سال پیش دارا بودم، وضعم خوب بود. آقا این فقر به وجود میاره اصلا. این تا کل ایرانو، خیلی معذرت میخوام، اوریانو. اورا جان، مثل که افتادی، صداتون اینترنتتون ضعیف شد آخرش. دکتر توماش خوش آمدید. درود بر شما، درود بر دوستان گرامی. صدای من میاد خوب؟ بله بله، وقتتون نیک. عزیز چون از ایران بود، شوربختانه برها چون ضعیف شد احتمالا، ولی صحبت‌های زیبایی کردن حقیقتا. اولا که گرام، خب تو داری، تو ماشین داری، تو خونه داری، ولی هموطن تو که نداره، اون چی؟ آیا ما باید بی تفاوت باشیم نسبت به هم نوع خودمون؟ حقیقتا تو وقت میری خونه، با تو هستم که عزیزی که میگی من دارم، تو وقت میری خونه دستت پره، میتونی راحت بشینی سر سفره، در صورتی که همسایه تو گرسنه است، هم وطن تو گرسنه است. اگر این چنینی تو انسان نیست. ما برای داشته‌های خودمون که نمیدیم، ما برای اگر بخوایم حرکتی انجام بدیم برای کشور میدیم. در ضمن همه چیز به خونه و ماشین نیست. تو نه آسایش داری، نه آرامش داری، نه آزادی داری. دکتر توماش، میشنویم از شما گرامی. راجب ما داریم مسائل روز رو واکاوی کردیم، راجب اینکه بعدی سه رو اینا قول داده بودن که باشه، و دیروز ما ببینیم کابینه اسرائیل جلسه گرفتن برای اینکه بخوان ایران رو مورد هدف قرار بدن. البته من فکر کنم اگر بخوان این بار حمله ای داشته باشن، مراکز هسته‌ای هستن که چند روز پیش با شما صحبت کردیم و دیروز جلسه ای داشتن و امروز هم آقای سلامی، بله، که ما شهرهای موشکیمون رو
نشون خواهیم داد. حالا من این موشکاشون چه گلی زدن، مثلا 600 تاشون رو فرستادن، یه دونه کشته داد، اونم یه فلسطینی بود. واقعا طنز روزگار. در میشنویم بر شما گرامی. درود بر دوستان گرامی، امیدوارم حال همه خوب باشه. خب، وقایع منطقه خاورمیانه واقعا دیگه غیر قابل پیش بینی شده. یعنی اصلا نمیشه پیش بینی کرد که آیا جمهوری اسلامی در روزهای آینده چیکار میکنه، اسرائیل یا چیکار میکنه. زمام امور از دست تحلیلگران هم عبور کرده متاسفانه. ولی خب مبحث اصلی این هستش که در این وسط خب ترکیه هم داره نقش عجیب غریبی بازی میکنه. الان شما میبینید که سوریه رو در دست گرفته. این فشار خیلی زیادی رو ترکیه داره به اسرائیل میاره. الان بحث این هستش که اسرائیل بیاد یه حمله پیش دستانه به ترکیه انجام بده، چون نیروهایی که در ترکیه در سوریه هستن نیروهایی هستن به شدت افراطی و اینها قابلیت اینو دارن که مرزهای اسرائیل رو ناامن کنن. خب برصورت اسرائیل هم میدونه چه کسی پشت این داستان هست. اون اسلام افراطی رو متاسفانه ترکیه و قطر اینها دارن گسترش میدن در دوباره خاورمیانه. از اون ورم شما میبینید روابط به شدت حسنه‌ای بین طالبان و تحریر الشام سوریه بوده و هست. اینها همه خطراتی است که این منطقه رو تهدید میکنه، از مرز چین تا دریای مدیترانه کلا ناامن شده و ما نمیدونیم که چه اتفاقاتی در آینده ممکنه بیفته. ولی خب این چیزی که سلامی و دیگران میگن به نظر من رجزه و حرف بیخوده. اینها توانایی، یعنی اراده ای هم ندارن که به اسرائیل حمله کنن در این چند وقت، چون میدونن که اثری نداره. پدافند هوایی اسرائیل به شدت قوی است، هم خودش 3 لایه دفاعی داره و همین که 2 تا لایه دفاعی هم که امریکا براش اونجا نصب کرده. لایه های دفاعی سیستم تاد طوری هستن که موشک رو قبل از اینکه وارد جو بشه میزنه و راحت میتونه اصلا قبل از اینکه موشک‌های بالستیک وارد جو زمین بشن یا وارد آسمان در 50 کیلومتری آسمان اسرائیل بشن بزنه. اصلا این حمله من نمیخوام که سیستم موشک جمهوری اسلامی رو تحقیر کنم. جمهوری اسلامی سیستم موشکیش به اندازه خودش خوب هست، ولی بحث بر سر اینه که در مقابل سیستم دفاعی اسرائیل کاری نمیتونه انجام بده. حالا همین سیستم موشکی ایران اگر که به عربستان، به قطر، به امارات، به عراق، به ترکیه، عرضم به حضور شما به پاکستان حمله کنه، به شدت تخریب میکنه اونجا رو، ولی در مقابل اسرائیل کاری نمیتونه از دستش بر بیاد. سیستم دفاعی اسرائیل قوی است، ولی موشک‌های ایران هم موشک‌های بدی نیستن، بر روی به اندازه تکنولوژی خودش خوبه. نمیشه، ما انصاف رو باید رعایت کرد. هم موشک بالست جانم دکتر نگاه کنید چند موشک زد. حالا بحث اینه که چند موشک پرتاب کرد به سمت اسرائیل. هیچ کدومشون، فقط یه دونه اینا موفق شدن یه نفر کشته بشه که به حساب موشکاشون خورده بود. چند تاشو بیشتر حالا خودم من میگم در مقابل سیستم اسرائیل حرفی برای گفتن نداره، یعنی هیچ کدومشون نخوردن بعدم. ولی اگه مثلا کشور دیگری بود این موشک‌ها به شدت تخریب می‌کردن. یعنی مثلا کافیه این موشک‌ها مثلا به اردن، به عراق، به عربستان حمله کنن.
هر جا بخوره به شدت داغونش، ولی اسرائیل اصلا نذاش اینا به زمین بخورن. من میگم که در مقابل اسرائیل حرفی برای گفتن نداره. بله، در مطابق اسرائیل انصافا حرفی برای گفتن نداره، چون سیستم دفاعی اسرائیل بسیار قویه قویه. و روز به روز هم داره قوی‌تر میشه. من سوالی که داشتم خدمتون، امروز آقای پزشکیان صحبت میکرد، میگفت که ما پول نداریم نفت استخراج کنیم. بحث اینه که هر وقت یک رئیس دولتی میاد میگه ما پول نداریم نفت استخراج کنیم، این دولت یعنی ورشکسته است. میدونید چی بهت میگم؟ یعنی چطور اعلام کنن که آقا ما نداریم؟ هر وقت میگیم نداریم که پول نفت استخراج کنیم، یعنی که ما ورشکسته هستیم. و این تورمی که الان روز به روز داره بدتر میشه، و این عزیزی که قبل از شما بودن و صحبت میکرد میگفت که ساعتی هیچ اجناس دارن میرن بالا، یعنی هیچ حساب کتابی نیست انصافا کرد. به نظر شما اگر بخواد وضعیت به این صورت پیش بره، آیا این رژیم از لحاظ اقتصادی، نگاه کنید اصلا ما بحث کاری نداریم که گروه های شما، چون اگر این وضعیت الان چند روز پیش، سه روز پیش سخنگوی دولت اعلام کرد ما دلار آوردیم زیر 80، یعنی وارد 70 و خورده 70 تومن شده. امروز 82 تومن شده. یعنی اینا شعارهایی هستن که اینا میدونن 2 تومن 3 تومن که پولی نیست. شما 30 تومن ظرف چندین ماه رفته اومد رو دلار. همین مسئله اگر انجام بشه، یعنی اگر به این صورت لازم اقتصادی من دارم صحبت کنم، اگر وضعیت به این صورت بخواد بره جلو، اولا که ما میدونیم دلار میره واسه 120 تومن تا یک. بعد اینکه اینا پولی ندارن و ترامپ هم داره میاد، توجه میکنید رهبرشون آقای خامنه‌ای هم گفتن ما مصالحه‌ای نمی‌کنیم، هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهیم داشت. البته اینو ظاهرا گفت، اما دولت داره مذاکره میکنه. حالا این فیلم بازی کردنان ایران رو ما نمیدونیم، به قول شما حرف قشنگ می‌زنید، نمیشه هیچ تحلیلی کرد. از اون خامنه‌ای میگه ما مذاکره‌ای نمی‌کنیم، از این ور ما اطلاع داریم که اینا در حال مذاکره حتی با ترامپ هم هستن. متوجه اینه که این بازی که اینا راه انداختن. متوجه آیا خامنه‌ای میخواد زهر رو بنوشه بعد موفق شه بگه آقا من حاضرم مثل خمینی دارن فعلا از اون زیر به قول معروف دارن آماده میشن برای مذاکره، ایمن میگن نه ما نیستیم، که بعد میگه خیلی خوب حالا که طوره من حاضرم مثلا مذاکره بشه. هرچند که ایشون خیلی قد و یک دنده هستن، همه ما اینو میدونیم، و خیلی لجباز، یک پیرامد لجوج و لجباز هستن و دارن مملکت ایران که نابود کردن توی 45 سال. ولی روز به روز مردم دارن به هر حال فقر رو داریم میبینیم و خط فقر دیگه من نمیدونم، خط فقر دیگه من عرض کردم میخوایم تکراری صحبت کنیم. دو سه روز پیش خدمتتون عرض کردم که دیگه طبقه‌ای به نام متوسط ما نداریم. فقر ضعیف، فقر داریم، زیر فقر داریم. فرق هم شده متوسط، زیر فقر شده قسمت سوم یا همون فقیرایی که بودن. اینه که از کنم خدمتشون مملکت دارن نابود میکنن. و یک مسئله که الان دارن صحبت میکنن بحث اینه که حالا توی نداشتنشون میخوان بله ما بریم در قسمتی به نام مکران اونجا بخوایم پایتخت رو بزنیم. اوکی، صحبت کردم قبل از اینکه جناب عالی تشریف بیاریم راجع به این مسئله. من خواستم در این دو تا مثلا بحثی که من آمار کردم لطفا توضیح بدید شما، که بله ما دوست داریم حقیقتا به زاهدان خیلی امکانات دادن، به خاطر اون مثلا واقعا توی 45 سال واقعا محروم بودن نسبت به جاهای دیگه. اما به نظر شما این منطقیه که شما فرض کنید با توجه به این که ما سرزمین وسعت داریم، شما برید هم مرز با یک کشور پایتخت داشته باشید؟ در این دو مورد اگر زحمت بکشید، و اینکه اگر چنانچه سوال دارید میتونید بپرسید، و اگر اشخاصی از شما گرامیان میخواد به ما بپیونده درخواست بدید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید دکتر جان. بله ببین، ارزم به حضور شما، ببین یک کشور به صورت ممتد باید صنایعش رو بازسازی کنه و صنایع جدید درست کنه و سیستم برق و سیستم تکنولوژی جدید وارد کنه. از سال 1390 که تحریم های دوران اوباما بر ایران آمد، ما
متاسفانه هیچ گونه نوسازی در صنعت برق، در صنعت گاز و در صنعت پتروشیمی و نفت نداشتیم به علت تحریم ها. یعنی الان 13 ساله که ما سیستم برقمون دچار نوسازی نشده، سیستم گاز همینطور، نفت هم همینطور. ببینید شما وقتی میخواید نفت استخراج کنید باید سرمایه گذاری کنید، چاهای جدید بزنی، حوضچه‌های جدید پیدا کنی، اکتشاف انجام بدی و بعد بهره برداری کنی. اینها سال هاست این کارو نکردن. ما در زمان قبل از تحریم های 2013 در زمان احمدی نژاد، آن انسان نادان و احمقی که این کشور رو تقریبا به این صورت در آورد، ما 2,700,000 بشکه صادرات داشتیم. یعنی حدود 4,200,000 بشکه تا 4,500,000 بشکه تولید داشتیم، 2,700 صادرات داشتیم. الان جمهوری اسلامی نمیتونه همون به اون میزان سال 89 1389 خورشیدی برگرده، به خاطر اینکه چاها به شدت فرسوده شدن و اینها بیش از حد نرمال چاها ازشون استخراج کردن. مثلا یک چاه به صورت نرمال وقتی 50,000 بشکه برآورد میشه که در روز باید نفت ازش استخراج بشه، اینها 2 برابر ازش استخراج میکنن و بهره برداریش تمام میشه. تکنولوژی استخراج نفت ایران به شدت قدیمی است. یعنی اینکه اگر که عربستان به طور مثال از یک حوضچه نفتی 80% بهره برداری میکنه، همین حوضچه نفتی در ایران باشه، ایران حدود 30 تا 40% میتونه بهره برداری کنه. یعنی 60% نفت خامی که در اون حوضچه هست اینا توانایی ندارن استخراج کنن، چون مسئله پیچیده است. نوع حفاری کردن، تزریق گاز و اینکه شما چگونه حد اکثر نفت رو بکشی بالا، خودش یه علمی است که اینا ندارن. ما به شدت نیاز داریم به سرمایه گذاری. آقای پزشکیان درست میگه، با این روند اصلا ما نمیتونیم نفت صادر کنیم. شما ببینید الان نفت ایران قاچاق صادر میشه، یه موقع میتونه نفت صادر کنه، یه موقع نمیتونه. ما اصلا ثبات تولید رو هم از دست دادیم. آرام آرام کشور داره کلنگی میشه. وقتی سرمایه گذاری در صنعت برق پیش نیاد، این وضعیت برقه. گاز ما، این هم وضعیت گاز ماست. صادرات نفتمون هم به بحران خورده. عملا شما تا یه مدت دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، یه کشوری هستین که حتی نیازهای اولیه‌تون هم رو نمیتونید تامین کنید. این الان ایران در این راه افتاده. یعنی هر روز بدتر از دیروز. 1 سال دیگه، 2 سال دیگه وضعیت به شدت اسفناکتر از این وضعیت خواهد بود. اینها یک راه دارند، باید بروند با امریکا مصالحه کنند. خب مصالحه هم اینطوری هستش که طوری مصالحه کنن که تمام تحریما برداشته بشه، شرکت‌های خارجی بتونن برگردن به ایران، صنعت نفت، صنعت گاز، صنعت پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ تولید کننده نفت برگردن و شروع کنن دوباره به سرمایه گذاری. اگر این کارو نکنن، این سقوط همینطور ادامه خواهد داشت و امیدی هم نیست. روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. ملت ایران در فقر بیشتر گرفتار خواهند شد. حالا اینا تا دست به سرکوبشون که ماشاءالله خیلی خوبه، همینطور سرکوب میکنن، ولی خب تا کی؟ یه موقع میرسه که دیگه شما شیر آب باز میکنی میبینی که آب نیست. میخوای موبایل تو بزنی به برق میبینی برق نیست. میخوای بخاری و شوفاژ تو روشن کنی میبینی گاز نیست. اون زمان دیگه نمیشه کنترل کرد مردمو و ما به اون زمان داریم نزدیک میشیم. یعنی هر سال به سال هی داره بدتر میشه داستان. من پس بعدی بحث و این به نظر من خب به نفع ماست، به نفع اپوزیسیونه که هرچه سریعتر این رژیم به هر حال با توجه به شرایطی که شما گفتید و داره به وجود
با این شرایط ما باید نهایت استفاده را از این مسئله بکنیم و بتونیم متحدتر بشیم در برابر این رژیم. به هر حال سرکوب هست ولی قرار نیست که سکوت کنن و اینکه مردم باید خودشون رو بشناسن، در محله هایی که هستن بتونن همدیگر رو پیدا کنن و من مطمئن هستم اگه بخواد وضعیت به این صورت پیش بره ما قیام هایی خواهیم داشت و همون قشر خاکستری که فعلا سکوت کرده مطمئنا دیگه این مسئله آب و برق و گاز شامل همه میشه، بحث امکانات شامل همه میشه، بحث بنزینی که الان بحث 40-50 هزار تومنه شامل همه میشه و با توجه به این تورم، با این نداشتن، به این و مطمئن باشید حالا دکتر توماس یه سری ارقام هستن فعلا اونا میتونن وارد کنن به خاطر همون برق قاچاقایی که اینا کردن و دارن میکنن، ولی اگر تحریما شدیدتر بشه اونا رو هم نمیتونن وارد کنن، یعنی مملکت رو میکنن عین کره شمالی دوم. من نظرم اینه که ولی ما مطمئن هستیم که اپوزیسیون در این زمانه باید خیلی بیشتر فعالیت کنه و مردمی که در داخل هستن، مبارزینی که در داخل هستن باید همدیگر رو بشناسن برای سرنگونی رژیم که حقیقتا جز جنایت چیزی ارمغانی برای ما نداشته و جرم جنایت و الان نابودی کشور ایران براشون یه گاو شیرده بوده که فقط جوشیدن از این سوء استفاده کردن، ولی باید جلوش گرفت، باید جلوی این 45 سال نه 1400 سال بزنن. 1400 سال دارن جنایت میکنن اینا به اسم اسلام، به اسم خدا در اون مملکت. به هر حال اینا بودن، اگر حالا در از کنم خدمت شما مستقیم در امور نبودن ولی در حتی سیستم های کشوری بودن. شما در همون قانون مشروطه اینا میباعثی میبودن، ولی خب این قانون مشروطه هم باید اصلاح بشه و باعث ناظر بودن. قبلش هم همینطور شما در جنگ روسیه رو در نظر بگیرید، همینا آخوندا تحمیل کردن که اون همه مناطق از دست ما رفت. بر روی اینها شرشان دیگه کم میشه به امید خدا و به نظر من اگر همینطور پیش بریم، همینطور جلو بریم، اینا چیزی نخواهند داشت ورشکسته هستن و مردم دکتر توماس مطمئنا خیابانا خواهند آمد. این بار مطمئنا مصممتر از سریای قبل و مطمئنا کسی هم جلوشون نخواهد ایستاد، چون حق با مردمه، چون شما باید رفاه یک مملکتی رو بتونی ایجاد کنی که اون مردم اعتراض نکنن، ولی اینا دیگه از دستشون خارج شد. اینا میان دلار بنزین رو محاسبه میکنن نسبت به کشورهای دور و بر جهانی، ولی حقوقشون به ریالیه. واقعا نمیدونم مثلا اینا چی فکر کردن. آیا شما هر زمانی که میگید بله فرض کن $2 بنزین $2 توی اروپا، خب توی اروپا کارگری هم $3000 از 2500 تا $3000. شما استاد دانشگاه هم $3000. حالا ما اینجا شغلایی داریم تکنسین 5000 تا میگیره، دکتر 7000 تا میگیره. کارگر معمولی در اروپا 2500 تا 3200 تا حقوقشه. خب اونو بده بکنیش $2، هیچ ایرادی نداره. اون حقوقو بده به مردم، شما $2 کنید بنزین، هیچ ایرادی نداره. اینا مقایساتی میکنن، مقایساتی که حقیقتا اصلا بی ربطن. میشنوم بله در خدمت. بله عرضم به حضورتون که ببینید بحث سقوط جمهوری اسلامی به کنار، ولی بحث اینه که اگر همین امروز هم جمهوری اسلامی سقوط کنه سالها طول میکشه تا ایران سیستم صنعتیش برگرده به حالت نرمال، چون سرمایه گذاری‌های زیادی طول میخواد و خیلی هم طول میکشه. مثلا شما تصور کنید که باید ظرفیت 30 تا 40 هزار مگاوات برق رو ما ایجاد بکنیم برای اینکه تراز برقمون برای صنعت و اینا نرمال بشه. خب این سرمایه گذاری میشه 2 روز 3 روز که طول نمیکشه. شرکت ها باید بیان کارخونه برق بسازن، این خودش 1-2 سال طول میکشه. یعنی واقعا یه جمهوری اسلامی دردسر بزرگی رو برای این کشور به وجود آورده تا سالها ما درگیر این داستانا هستیم. بحث بعدی بحث مکران هست. اینها
شعر و شعار و حرف مفته که این رئیس پزشکیان و دولتش میزنن. آخه چه انسان ابلهی بلند میشه پایتخت خودش رو از مرکز کشور ببره در یک گوشه در نزدیکی مرز یک کشور دیگه؟ خب این به صورت تئوری این پایتخت در عرض 24 ساعت ممکنه توسط کشور همسایه اشغال بشه. هیچ انسان عاقلی پایتخت خودش رو نمیبره یه گوشه کشور. معمولا پایتخت باید یه جایی باشه که دسترسی همه مناطق به کشور به اون پایتخت وجود داشته باشه. منطقاً مثلا پایتخت ایران اگر که مناسب باشه باید یه چیزی تو مایه‌های بین اصفهان، سمنان و یزد باشه، جایی که دسترسی تمام مناطق بهش باشه. ولی خب اون که حرفای بیخودی است. طرح مکران طرحی است که در سال 1348 تا 51 یک شرکت فرانسوی آمد ایران. یک شرکت تحقیقاتی فرانسوی بود. ایرانی‌ها اینو آوردن، در زمان شاه آوردن و داشت تحقیق میکرد و میگفتش که ما ایران باید جمعیتش رو ببره به سوی سواحل جنوب، به خاطر اینکه ایران یک کشور خشک بی آبه و اونجا میشه جمعیت رو ساکن کرد، به وسیله دستگاه‌های آب شیرین کنی براشون آب آشامیدنی تولید کرد و اینکه صنعت باید کنار نزدیک دریا باشه. خب تمام صنایعی که در زمان شاه طراحی شده بود همه نزدیک دریا بودن. مثلا یه استانی مثل خوزستان میبینید چه صنعت‌های متنوعی توش ایجاد شد. مثلا پالایشگاه‌های بزرگ ما توی خوزستان بودن، پتروشیمی ها توی خوزستان بودن، انرژی اتمی ها یکی بوشهر بود، یکی هم دارخوبین نزدیک آبادان. صنایع سیمان به غیر از صنعت سیمانی که ذوباهن ایجاد شد که اونم اشتباه بود که در اصفهان ایجاد کرد، اونم بحث ذوباهن اصفهان در زمان شاه قرار بود در بندرعباس ساخته بشه. با نفوذ اصفهانی های نماینده های مجلس و سنا در زمان شاه آوردنش اصفهان، وگرنه صنایع ذوباهن اصفهان هم قرار بود بندرعباس ساخته شه. تمام صنایع قرار بود که در حول و حوش بین آبادان تا چابهار ساخته بشه، یعنی تمام سواحل جنوبی ایران. این طرح زمان شاست. این که آقایون حالا اومدن طرح مکران میکنن، این یه طرحی بوده در زمان شاه. این یه زیرساختایی میخواد. شما اول باید در چابهار، در مکران، در بندرعباس اول اسکله های بزرگ بسازید، بعد آرام آرام شروع کنید صنایع رو ببرین اونجا. خب آخه مردم که دیوانه نیستن بلندشن یهویی برن اونجا. شما باید اول 10 تا پتروشیمی، 4 تا پالایشگاه، چند تا مجتمع ذوباهن و فولاد بسازید. آرام آرام جمعیت کارگرا رو و جمعیت متخصص رو اونجا ساکن کنید. بعد شروع کنید به شهرهای بزرگ ساختن. بعد از اینکه شهرهای بزرگ ساختید جمعیت خود به خود میره. این یه چیزی تو مایه‌های مثلا این پروژه ها حدود 10 تا 15 سال طول میکشه تا ساخته بشه. یعنی من میگم از 0 تا 100 رو میگم. خب برای همین طرحی است که قابل اجراست، ولی اینکه پایتخت رو ببری اونجا واقعا خنده داره. یعنی هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه شما پایتخت رو ببری در اونجا. این اصلا منطقی هم نیست. شما باید زیرساختای صنعتی رو در اون مناطق ایجاد بکنی که جمعیت اون مناطق یه چیزی تو مایه‌های 20 میلیون نفر بعد از 15 سال اونجا ساکن بشن و نزدیک دریا هم باشه. مثال میگم شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های فولاد باید نزدیک اسکله باشن، یعنی نزدیک برای واردات مواد خام و صادرات محصول نهایی. و شرکت‌های بزرگ مثل خودروسازی و شرکت‌های تولید کنندگان مواد غذایی هم باید نزدیک دریا باشن. ما متاسفانه در طول
25 سال گذشته اصلا اهمال کردیم که این صنایع باید در نزدیک دریا باشه. الان شما تصور کن شرکت سیمان سپاهان وسط کویر ایران ساخته شده. این شرکت آببره، آب نیاز داره. شرکت های کاشی سازی در یزد درست شده. این شرکت ها آببره، یعنی مواد اولیه‌اش آبه. خب شما میبینید الان 80% 90% رودخانه زاینده رود رو شرکت ذوباهن، شرکت سیمان سپاهان و شرکت فولاد مبارکه میدزدن آب رو. خب وقتی میرسه به اصفهان چیزی ازش نمیمونه. خب چه انسان نادانی بلند شده رفته وسط کویر، وسط جایی که آب وجود نداره، صنایع آببر ساخته. این خیانتی است که 40 ساله داره طول میکشه دوستانا. کرمان آبش تمام شده، استان یزد آبش تمام شده، اصفهان هم آبش تمام شده. علت العلل اینها صنایع آببری هستن که اونجا ساخته شده. اینا باید در کنار سواحل خلیج فارس و دریای عمان ساخته میشد. این اشتباه استراتژیکی بود که مدیرانی که قدرت داشتن در جمهوری اسلامی مثل هاشمی رفسنجانی از استان کرمان، همین قاسم سلیمانی از استان کرمان بود، محمد خاتمی از یزد بود، حسن روحانی از سمنان بود. اینها آمدن تمام صنایع مهم رو بردن استانهای خودشون. اینم از وضعیت اسفناکی که برای این کشور درست کردن و سالها طول میکشه تا ما بلند شیم هزینه کنیم دوباره صنایع رو ببریم نزدیک جایی که آب هست. این دسته‌گلای جمهوری اسلامی تا یه چند نسلی با ما زندگی خواهد کرد متاسفانه. اینم از داستان مکران گفتین توضیح بدم. سپاسگزارم. ولی خب به نظر من اینا هرچه سریعتر برن، خب با توجه به اینکه ما مطمئن هستیم شاهزاده که بیاد، شاید دوم به زعم ما، حالا بعضی میگن شاهزاده که بیاد، ایشون خیلی سریع الان ما میبینیم که رفتن چند وقت پیش، خودتون اطلاع دارید، رفتن اسرائیل برای آب ایران، ایشون پیگیری‌هایی دارن میکنن. سازمانی به نام ققنوس رو انداختن، سالهاست که این متخصصین در ققنوس هستن و دارن برنامه‌هایی دارن، بهشون پیشنهاد میشه، برنامه‌هایی دارن روشون کار میکنن برای همین کم آبی و بی آبی و از کنم خدمت شما. و مطمئنا با برنامه، یعنی اینکه شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم به زعم ما، ایشون با برنامه یعنی دارن کار میکنن. بهترین متخصصین در ققنوس هستن، شما اطلاع دارید، بنده هم اطلاع دارم که دارن رو تمام این پروژه ها کار میکنن که فردای ایران بتونن سریع مشکلات مردم رو حل کنن. ولی حالا آیا در چند نگاه کنید دکتر توماش، شما نگاه کنید بحث کمبود برق ما اگه برق صادر نکنیم، عراق فکر نکنم، ما خیلی مناطق عراق الان داریم برق میدیم، یا اینکه مثلا گاز دارن صادر میکنن به عراق، که ما مطمئن هستیم متوجه گاز و برق اگه صادر نکنن به عراق، حالا این کمبود خیلی کمتر میشن. هرچند که به هر حال جدیدا من شنیدم که حتی مثلا مواد سوخت هم ندارن، مثلا به هر حال که بخوان این کار انجام بدن. ولی در کل اگر اینها این صادرات رو نداشته باشن، مطمئنا این کمبود خیلی کمتر میشن، یعنی کمبود برق، کمبود گاز ما کمتر میشن. ولی مطمئنا رضا شاه دوم که برسن ایران، حالا ظرف باور کنید، چون اینا به هر حال برنامه‌ای دارن، 100 روز اول، این 100 روز اول برنامه دارن که به هر حال مملکت نمیشن چون گذاشت. همه پست‌ها، همه افراد مشخص هستن اون کشور نیاز به خیلی مسائل داره و با توجه به کمبودایی که هست، تحریمایی که هست، مطمئنا این تحریم‌ها برداشته خواهد شد. مطمئنا ایران میتونه سریع وام‌هایی بگیره برای جبران این کار، بس اون کمبودها، شرکت‌های خارجی سریع بیان وارد عمل بشن. من فکر کنم اگه خوشبینانه باشیم میتونیم این کمبودها رو بین 6 تا 1 سال، حتی شاید زودتر هم بتونیم کمبودها رو جبران کنیم. حالا فرض کنید برق و پنل بزنن، حالا خیلی مسائل هست که میشه کار کرد و متخصصین در این امر مطمئنا دارن کار میکنن. من فکر کنم اگر اینها برن فقط شرشون از اون مملکت کم کنن، باور بفرمایید خیلی از این کمبوده که الان شدن مسئله بزرگی برای ایران، برای مردم ایران مطمئنا سریع جبران خواهد شد. فقط باید منتشر کنیم مردم، حقیقتا میدونیم سختی هست، میدونیم
به هر حال میگه من یک بار شیون یک بار، تا کی باید وایسیم نظارگر باشیم؟ سرمایه مملکت داره به تاراج میره، تاراج دادن، چیزیش دیگه نمونده، یعنی چیزی دیگه ندادن. یه تیکش هم مونده، اگر میذاشتن تا الان بسا تحریما نبود باید که اینم میفروختادن میفرستادن آفریقا که بخوان 4 نفر رو بسا شیر کنن، متوجه مسلمون کنن. اینا هدفشون فقط و فقط اینه که سوء استفاده کنن از منابع ایران. اسم ایران هم که میاد ارقی ندارن، جمهوری اسلامی میگن، متوجه؟ اینا ضد ملیگرایی هستن، اینا ضد ملیگرایی هستن، اینا میگن اسلام، اینا تفکرشون فقط اسلامه، نه ایران نیست، ملیگرایی براشون مفهومی نداره. حالا به خاطر اینکه بشناسه، طالبا هم همینطور مثل اینا هستن، ولی خب به هر حال میگن کشور افغانستان خب باید شناسه بشن، میگن ایران ایران به خاطر اینکه اون حد و مرزشونه. وگرنه اینکه فکر کنیم که اینا دلسوز ایران هستن، خیر، همشون، حتی اون آقای رئیس جمهور که هستن اینم از اونه. اینا به هر حال کسی که ذوب در ولایت خودش هم بارا گفتم من ذوب در ولایت، اما برای سوتیای بعضی مکان میده. از جمله اینکه امروز اعلام کرده بود که من 50 سال پیش تا الان که اومدم آستان سیستان بشه خیلی وضعش خراب‌تره و اینکه ما پول نداریم که استخراج کنیم. و یه جمله دیگر که ایشون فرمودن، گفتم 21 میلیون لیتر در روز قاچاق میشه. نیست، ببخشید گفتم نیست، 21 میلیون بنزین ما نمیدونیم کجاست، میدونم کجاست، تو جیب سپاس. و همین احتمالا نفتی که سپاه داره قاچاق میکنه، حالا با هدایت سپاه خیلی دارن از زاهدان دارن قاچاق میکنن، زاهدان در جنوب ایران دارن قاچاق میکنن به کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن. به هر حال این سری سوتی‌ها به این صورت دارن میدن ایشون، مگه ایشون ذوق در روایت پزشکیان و اینا هیچ کدومشون دلسوز ایران نیستن. الان فقط میخواد هدفشون اینه که چه کاری بکنن که بتونن وایسن مردم اینا رو به هر حال بلند نشن. هدفشون اینه. الان فهمیدن که باید علاوه اقتصادی هیچی نداره. این آقای خامنه‌ای یه شخصی که توی توهم انصافه، یعنی شما نگاه میکنید اصلا مثل که گل و بلبل ایران، گل و بلبل، ایشون هم رهبرشن و رهبر تمام دنیا هستن. بابا توی توهم شما رو هیچ کس قبول نداره این خانم. و شما یه شخصی هستی که مملکت رو نابود کردی، خود نشستی بهترین جا فرزندان و خیلی مسائل هستی که به هر حال در فردای ایران افرادی که حقیقتا به هر حال بیشتر برای باز میشه و افرادی که با اینا در ارتباط بودن، به نظر من مشخص میشه که چه پولهای هنگفتی از اون مملکت به هر حال به سبقت بردن و مطمئنا در هیچ جا نخواهند داشت مگر برن پیش همون آقای اسد، چون جایگاهی در هیچ جا نخواهند داشت. نه اروپا اینا رو میپذیره، نه آمریکا، نه کانادا که خیلی هاشون انداخت بیرون، مونده فقط روسیه هم به هر حال اینا رو باور کنید معاملهش میکنه باشه. روسیه اینقدر این روسا کثیف هستن که دارن به اینا خیانت میکنن. بعد باور کنید اینها نمیدونم چقدر نادانن که فکر میکنن که روسا میشه روشون حساب کرد. جالبه بدونید که جناب ترامپ هم گفتن که دارن یه برنامه ملاقاتی با پوتین میذارن. مطمئنا پوتین هم به اینا پشت کرده، ولی اینا یه برگه ای هست که پوتین داره باشون بازی میکنه. متوجه؟ یعنی یه چیزایی هست بحث بالانس کردن خودش و اقتصاد خودش با کارتی به نام ایران و سوء استفاده از این مسئله. اینا خب شوربختانه میگن ایران، ولی جمهوری اسلامی باید گفت که داره ازشون استفاده میکنه. روسیه همیشه به هر حال ثابت کرده که کشوری است که به هیچ عنوان نمیشه بهش اعتماد کرد. در خدمت هستم من سیاست بگم عزیزانی که تمایل دارن در این بحث‌های ما شرکت کنن میتونن درخواست بدن، ما میایمشون بالا. اونا حتی اگر خارج از این بحث هم صحبتی هست میتونن بیان صحبتشون رو بکنن و با کمال میل میشنویم و ما هم از آنها یاد میگیریم. چرا که نه؟ در خدمتتون هستم دکتر ماچ. بله، قبول دارم حرف شما رو. ببینید سرمایه گذاریایی که باید توی ایران بشه بسیار سنگین خواهد بود. ما 300 میلیارد دلار باید هزینه سرمایه گذاری در صنعت نفتمون بکنیم که بتونیم
تولیدمون رو برگردونیم به 5 میلیون بشکه در روز. مبلغ بسیار زیادی است. جمهوری اسلامی توانایی این کارو نداره. تنها راه نجات جمهوری اسلامی فقط یک راست و اون اینه که اینها برن با ترامپ بشینن و همه چیز رو واگذار کنن. خب یعنی تنها راهشون همینه، هیچ راه دیگری ندارن. ترامپ روز اول که میاد، حالا من با بقیه وضعیت دنیا کاری ندارم، تحریم های نفتی رو به شدت سخت خواهد کرد. اینا همین 2 ریال نفتی رو هم که قاچاقی صادر میکنن رو ازشون خواهند گرفت. وضعیت از بعد از نوروز 1404 برای اینا اسفناک خواهد بود. یعنی دیگه درآمدشون هم قطع میشه، یا باید برن سر میز تسلیم کامل بشن یا اینکه همین گونه مقاومت کنن. اون وقت شما ببینید قیمت دلار و قیمت اجناس در ایران چگونه به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت و به شدت فشار بر روی مردم زیاد خواهد شد. البته خب این فشارها به ضرر خودشون تمام شد، نارضایتی‌ها به شدت افزایش پیدا میکنه. ایران پتانسیل شورش‌های خیابانی رو داره، از این به بعد خب این شورش‌ها بدتر خواهد شد پتانسیلش. و فکر میکنم که سال 1404 سال سرنوشت سازی برای اینا خواهد بود، برای جمهوری اسلامی. یا باید برن با ترامپ بشینن توافق کنن، یا این که با شورش‌های عجیب و غریبی و با اعتراضات عجیب و غریبی مواجه خواهند شد. یعنی میزان گرانی‌ها به حدی خواهد بود که از تحمل خیلی‌ها خارج میشه و واقعا دیگه زندگی غیر قابل تحمل میشه. یعنی شما کمبود برق و گاز و اضافه کنید بر این که قیمت نان و قیمت مواد لبنی و قیمت گوشت و مرغ هم چند برابر افزایش پیدا کنه، دلار هم مثلا بشه 130 هزار تومان 150 هزار تومان و میبینید که وضعیت اسفناک خواهد بود. اینها هم توانایی واردات رو دیگه نخواهند داشت، چون هیچ نوع ذخیره ارزی ندارن. اگر در زمان احمدی نژاد که تحریم ها رو اوباما بر ایران اعمال کرد، ایران به شدت ذخایر ارزی زیادی داشت. اینها 3-4 سال تونستن دوام بیارن. در زمان روحانی سال 94 تا 97 اینا کاملا میتونستن نفت بفروشن، ذخیره داشتن که در زمان ترامپ خودشون نگه دارن، ولی الان ذخیره ارزیشون صفره. یعنی اگر بخوان یه تحریم دیگه بر اینا اعمال بشه، یعنی همین تحریم‌های قبلی رو صفر بگیره امریکا، اینها بعد از حدود 3 ماه 4 ماه به زانو در خواهند اومد. یعنی به اوضاع کشور به حدی اسفناک خواهد شد که خیلی‌ها در خوردن نان و نمیدونم گوجهشون هم خواهند بود و اوضاع بسیار بسیار سال آینده سال سیاهی به لحاظ اقتصادی در ایران خواهد بود. سپاسگزارم. البته خب شورش که الان شما اصلاح کردید، مطمئنا مردم اعتراض خواهند کرد، اعتراضات زیادی، و اینکه ما همیشه دیدیم که زمانی که مردم اعتراض کردن اینا برخوردایی داشتن، ولی دیگه مردم به نظرم دیوار ترس رو عبور کردن و مردم دیگه نخواهند ترسه، چون حقیقتا گفتم این بار دیگه شامل قشر خاصی نیست. تورم واسه همه است، در هر زمینی که شما بخواید در نظر بگیرید، از لحاظ اقتصادی و هر لحاظی که بخواید بگیرید واسه همه، شامل همه میشه. به نظر من اگه بخواد این بار اعتراضات شروع بشه نسبت به گرانی ها، نسبت به هر حال کمبودهایی که هست، حتی اون قشر خاکستری هم به میدان خواهد آمد. هرچند که ما میدونیم هرچند که ما اینو میدونیم نزدیک به 85% تا 90% اصلا جمهوری اسلامی در دل اینا جایگاهی نداره. فقط اون 7-8% به هر حال جیره خارشون هستن. متوجه؟ به جز اونا اصلا مردم اینا رو نمیخوان، یه چیز اجباریه. متوجه؟ وگرنه خب به هر حال ما مطمئنا رژیمی که در منطقه هست، رژیمی که فتنه بوده،
اینها بودن که در منطقه تاکنون فتنه کردن و خیلی کشورهای دور و بر ما هم همینطور بیکار ننشستن. اونها هم برنامه‌هایی دارن برای ساقط کردن این رژیم و کمک‌هایی خواهم کرد که به هر حال رژیم ساقط بشه. نگاه کنید خیلی کارا میتونن بکنن. فرض کنید دلال این منطقه چندین سال تحریم ما ترکیه بوده، همیشه پول اینا به تو یه از جنسی که از ترکیه می‌آوردن، فرض کنید اگر 10 تومن بود به اینا ترکیه میداد 100 تومن. ترکیه اگر وضعیت اقتصادیش خوب شد به خاطر تحریم‌های ایران شده بود، اگر خب اجناس به صورت به هر حال داره میفروشه به ایران و چندین برابر. ولی همین ترکیه هم میتونه خیلی اینا رو خیلی روابط قطع کنه. از جمله که ما میبینیم همین چند روز گذشته به هر حال بحثی آوردن راجع به عبور راننده ها که بخوان عبور کنن اجازه ندارن گازوئیل با خودشون ببرن و اینو باید پولی بدن و حساب کردن راننده که این اصلا غیر قابل پرداخت این مسئله. پس ترکیه میتونه اینطور فشارهای بره، چون به هر حال ماشینایی که دارن میرن، این تریلیایی که دارن اجناسی رو صادر میکنن. به هر حال اینا میتونن با قوانینی که خودشون به هر حال به صورت غیر مستقیم بس اقتصادیه، هر وقت راننده براش به صرفه نباشه نمیتونه جنس ببره، خب اینجا اینا ضرر خواهند کرد. این راه که بخوان ببندن فرض کنید مجبورن با کشتی اجناس رو صادر کنن. کشتی میگن چقدر گنجایش داره. به هر روی کشورهایی که دور و بر ما هستن مثل همین ترکیه که الان به هر حال میبینیم که در سوریه داره میتازونه و جمهوری اسلامی هم به نوعی شکست خورده از این مسئله و از این ورم اینها دارن کردها را به نوعی، حالا به قولی خود ترکا دارن حمایت میخوان بکنن. اونا هم بیکار نخواهند نشست. اینا همه دست به دست هم میدن و نارضایتی داخلی و مطمئنا ساقط شدن جمهوری اسلامی در سال آینده. من زیاد نمیبینم مگه حقیقتا خب آخوندن، آدم نمیتونه این آخوندها حساب کنه، ولی آمریکا و اسرائیل هم تمایل دارن که این نظام نباشه. حتی اگر بیان خیلی به حساب امتیازات بدن اینو ممکنه به تعویق بندازن. منظور اینه که ممکنه بیان بگن اینا بخوان تعویق بذارن 3 ماه 4 ماه 6 ماه تا بخوان به فرض کن مذاکره کنن، بخوان به یک نتیجه برسن، به نوعی متوجه رژیم از داخل نابود میشه. این بازی هم هست، اینم باید در نظر بگیریم که آمریکا بگه اوکی پس بیایم بشینیم مذاکره کنیم، حالا اینا رو شما میخواید بند به بند بشینن. به هر حال مذاکراتی که هست تا بخوان قبول کنن واسطی آزمایی کنن. توجه میکنید اینا خودشون پروسه ممکن 5 یا 6 ماه باشه. ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آمریکا بخواد این کار انجام بده و واقعا هدفش نابودی رژیم باشه، به تعویق انداختن و این پروژه رو حتی بخواد به این صورت پیش ببره، این رژیم ظرف 6 ماه یا 7 ماه دیگه نیستش. من اینو میگم. در آخر اگر لطف کنید ما دوست داشتیم عزیزان امشب بیان، فقط یک نفر اومد، یه جنبندی داشته باشیم و مرخص بشیم خدمت شما دکتر توماج عزیز. و من البته قبلش بگم گرامیان، ما این لایو رو در یوتیوب میذاریم. من توی اینستا نمیذارم به خاطر اینکه اینستا ما رو محدود میکنه عزیزان. مجبورم بذاریم چند ساعت میمونه توی اینستا بلافاصله حذف میکنیم، ولی توی من یوتیوب میذارم. اگر تمایل داشتید میتونید ببینید. دکتر توماج با جنبندی شما لایو امشب تموم میکنیم تا 3 روز دیگه تقریبا. بله تا دوشنبه شب من در خدمتتون خواهم. بفرمایید دکتر توماج. مثل که اینترنت ایشون هم مشکل دارن. من صدام حواسم نبود قطع کرده بودم. عرضم به حضورتون که با سپاس از شما ما در این چند روز آینده که 10 روز دیگه مونده تا ترامپ بیاد شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی به شدت قصد خواهد داشت که این نفتای اضافهش رو بفروشه، یه مقدار پول جمع کنه، چون مطمئنا از 20 ژانویه تحریم‌های نفتی به شدت بر علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و میزان درآمدهای جمهوری اسلامی به شدت پایین خواهد اومد. ما
پیش بینی من باز ببینید خاورمیانه یه منطقه‌ای است که اصلا واقعا دیگه غیر قابل پیش بینی شده، ولی پیش بینی من اینه که بعید میدونم که هم اسرائیل به ایران تو این 10 روز حمله کنه و هم جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، چون خب جمهوری اسلامی توان این رو نداره که بخواد در یک جنگ دیگه بخواد شرکت کنه. اسرائیل هم چون ترامپ داره میاد سر کار و قرار فشار بیش از حدی بر جمهوری اسلامی بیاد، فکر نمی کنم که الان بخواد حمله ای داشته باشه، چون باید با همکاری کامل امریکا اتفاق صورت بگیره. الان که بایدن این کارو نمیکنه، باید وایسه تا ترامپ بیاد. برای همین اینا بیشترشون رجزخوانی است، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه‌ای بیفته در منطقه. ما بیشتر باید حواسمون باشه بر کشور سوریه و بر کشور افغانستان. این دوتا منطقه بحران خیزه که در آینده چه جمهوری اسلامی باشه و چه نباشه، اینا مناطقی هستن که برای ما ممکنه دردسر ایجاد بکنن، چه به لحاظ اقدامات تروریستی چه به لحاظ ناامنی ها. برای همین این نیروهای افراطی منطقه خاورمیانه رو ناامن کردن. متاسفانه کشورهایی هم هستن که سرمایه گذاری کردن روی این گروه های تندرو و باعث ناآرام کردن بیشتر خاورمیانه میشن. تا زمانی که این خاورمیانه آرام نگیره و حکومت‌های دموکراتیک بر سر کار نیان، که یکیش هم کشور ایران هستش، این وضعیت ادامه داره و روز به روز این خاورمیانه کلنگی‌تر و بدبخت‌تر میشه. شما ببینید در تمام دنیا تمرکزشون روی هوش مصنوعی و پیشرفت‌های اقتصادی است. در شرق آسیا شما میبینید، در اروپا میبینید، در همین کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس میبینید، در جمهوری آذربایجان، در ترکمنستان، همه جا تمرکز بر روی پیشرفت اقتصادی است، پیشرفت آموزشی است و آماده شدن برای تکنولوژی‌های جدید. الا این منطقه نفرین شده خاورمیانه که شمشیر به دست دنبال کفار میگردند و که سراشون رو ببرن و متاسفانه واقعا مایه تاسف این منطقه به این صورت در اومده. حالا تحلیل این که چرا به این صورت در اومده خب خیلی مفصله، ولی تا آینده نزدیک هم امیدی به این کشورها مخصوصا سوریه، عراق، لبنان، منطقه کرانه باختری و غزه نمیره. یعنی اینا روز به روز دارن بدتر خواهند شد و من امیدوارم که در این منطقه پرآشوب ایران از این ناآرامی‌های مذهبی و سیاسی دور باشه و بتونه به پیشرفت خودش ادامه بده. سپاسگزارم. سپاس از شما عزیزی. آوردیم بالا ولی قطع شدن، صدا هم زیاد اومد. نمیدونم اگر یه بار دیگه چون میخواستن صحبت کنم من ایشون آوردم یه لحظه بالا بودن افتادن، شاید به خاطر اینترنت باشه ایزن. خب گرامیان، حالا ما دوشنبه شب در خدمتتون خواهیم بود ساعت 8 شب. این لایو هم ما میذاریم توی یوتیوب. عزیزانی که الان میایید حتما برید توی صفحه خاندان پهلوی 3 بزنید اونجا، وارد شید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینو ما میذاریم اونجا صرفا به خاطر اینکه این اینستاگرام محدود میکنه ما رو، زمانی که لایو رو میذاریم محدود. به هر حال میذاریم اونجا، شما میتونید ببینید. ولی دوشنبه شب در خدمت شما دوباره خواهیم بود ساعت 8 شب به وقت اروپا، 10 شب به وقت ایران. دوست داریم شما هم در مباحثی که مطرح میشه شرکت نمایید و استفاده کنیم از شما گرامی. تندرست و سلامت باشید تا دوشنبه شب. بدرود. جاوید شاه.